با افتخار وارد شدن کلیات مولانا جلال‌الدین بلخی همچون میراث حجتی به فهرست خاطرات جهانی یونسکو تحت عنوان انعکاس آثار مولانا جلال‌الدین بلخی در آثارخانه ملی با اشتراک یک قطار کارشناسان و نمایندگان وزارت و اداره‌ها همایش برگزار گردید. اشتراکگران از آثار مولانا جلال‌الدین بلخی یادآور شده ایشان را یکی از نابغگان نظم کلاسیکی فارس و تاجیک در عرصه سخنوری همچون آفرینده عشق و زیبایی ارزیابی نمودند. واقعا با فهرست میراث حجتی با جشنواره خاطرات یونسکو وارد گردیدن کلیات مولانا جلال‌الدین بلخی در زمان صاحب استقلالی کشور یکی از مهمترین دستاورد فرهنگی و علمی و ادبی ملت تاجیک می باشد. در ادامه چهاربینی نمایش نمونه‌های گوناگون آثار تاریخی و فرهنگی مربوط به مولانا جلال‌الدین بلخی از قبیل نسخه‌های دستنویس و چاپ سنگین، نمونه‌های هنر خوشنویسی، قلمکشی‌ها، پیکر مولانا و دیگر آثارش که انعکاسگر روزگار و فعالیت مولانا دانسته می‌شد، از فاند طلایی آثارخانه ملی به نمایش گذاشته شد. در ادامه چهاربینی از جانب هنرمندان کشور صحنه‌چه پیشکش مهمانان گردید که از روزگار ایشان قصه می‌کرد. گفت مرا زیاد بگیر من نمانم. باید گفت که نمایش جشنی در موضوع انعکاس آثار مولانا جلال‌الدین بلخی در آثارخانه ملی تا آخر همین ماه ادامه می‌یابد.